به نام خدا. من امیرحسین مرادی هستم. امروز میخواستم یه توضیح کامل در مورد محافظ برق یا محافظ ولتاژ خونگی بهتون بدم و حالا یکی دو مورد از محافظه‌ای که نصب کردم و کلیپشو براتون، کلیپ عملیشو بذارم. حالا ابتدا تئوریش یه توضیح بهتون میدم مختصر. محافظ برق یا محافظ ولتاژ. محافظ برق یا محافظ ولتاژ چیه؟ حفاظت از لوازم الکتریکی یا الکترونیکی در برابر نوسان برق. خودتون میدونید که نوسان برق یه مقداری هزینه‌هاش توی سری لوازم جبران ناپذیره، یا اینکه کلا یه سری دستگاه الکتریکی یا الکترونیکی رو خراب میکنه و خیلی خیلی هزینه زیادی رو دست شما میذاره. به خاطر نوسانات برقی که ما تو این چند ساله که خیلی خیلی شدید شده، یه جورایی شما با گذاشتن محافظ برق لوازم خونگیتون رو بیمه میکنید. حالا کار محافظ برق یا محافظ ولتاژ اینه: قطع کردن برق مواقعی که افت ولتاژ یا افزایش ولتاژ داریم. حالا رده کاریشون استانداردشون چیه؟ استانداردشون توی برق تکواز که حالا برق خونگی میشه توضیح میدیم، بین 170 ولت تا 255 ولته. حالا یه استاندارد جدیدی که حالا داخل خود مرکز شهر تهران من خیلی دیدم، برای اینکه اصلا اگه نذارن کلید محافظ جان تاییدیه نظام مهندسی نمیدن. حالا اون مهندسی که هست، مهندس ناظر، گذاشتن کلید محافظ جانه. یه مقدار هزینه اولیش یه مقداری به نسبت بالاست، ولی حالا الان توضیح کامل میدم که خیلی خیلی خوب و مفیده، ولی باید با کیفیتش رو بگیرید. کلید محافظ جان کیفیت بالا بگیرید که هم درست براتون کار کنه و کلا اذیت نکنه دیگه. کلید محافظ جان حالا کارش چیه؟ کارش اینه: قطع کردن برقه. تو چه مواردی؟ اختلاف بین جریان رفت و برگشت. تو حالت عادی ما هیچ اختلافی توی جریان رفت و برگشت نداریم وقتی که اون لوازم برقی اون الکتریکیمون داره کار میکنه. یعنی در حالت عادی جریان رفت با جریان برگشت برابره. حالا یه مورد دیگه که کار میکنه، یه مورد دیگه اتصال کوتاه یا اتصال بدنه لوازم یا مدارهای الکتریکی هستش. مرحله بعدی نشتی هایی که فیوز شناسایی نمیکنه. من مورد خیلی داشتم که فیوز برق اصلا به مرور زمان خراب شده بود، به خاطر حالا آمپر کشیدن لوازم برقی یه سری جا قطع نمیکنه، باعث سوختن یا خرابی و آتش سوزی اون منزل یا لوازم برقی تو میشه. اتصال کوتاه یا اتصال بدنه لوازم یا مدارهای الکتریکی همون لوازم برقی. نشتی‌هایی که فیوز شناسایی نمیکنه که زمینه ساز برق گرفتگی و آتش سوزی میشه. نشتی‌های خیلی کوچیک. محافظ جان خوبیش اینه که شما اگه کوچیکترین اتصال کوتاه بشه، یعنی شما اگر دستتون به برق بخوره یا یه اتصالی خیلی کوچیکی بشه، سریع قطع میکنه. توی چند دهم یا چند صدم ثانیه برقو قطع میکنه. خیلی اسمارته، خیلی باهوشه، سریع قطع میکنه. حالا ما بیشتر میخوایم توضیح بدیم در مورد همون محافظ برق یا محافظ ولتاژ یا محافظ پشت کنتوری بهش میگن. برای استفاده پشت کنتوری یا ورودی برق خونه محافظ 30 آمپر میذاریم. حالا آمپر میگم محافظهای مختلفی داریم که حالا میگم محافظ خونگی معمولا 30 آمپر میذارن. حالا شما لوازم خونگیتون زیاده یا استفاده خیلی زیادی دارید، آمپرش رو حساب کتاب میکنید، میبینید که نه مثلا 3 تا کولر گازی دارید، جواب نمیده، هر کولرتون شما 10 آمپر میکشه. شما یه محافظ 30 آمپر جدا برای کولر گازیاتون میذارید. ما این کار زیاد کردیم، یعنی برای واحد مسکونی یه دونه برای کولرهای گازیتون میذارید، یه دونه هم برای کلا لوازم برقی خونتون به غیر از کولر میذارید.
به نام خدا. اینجا ما یک کولر گازی نصب کردیم، یک کولر 30,000. حالا بعد این محافظ برقیه که ما توی ورودی کولرمون گذاشتیم. اینجا حالا آمپر کاری کولرمون اینجا زده 13.9 آمپر. حالا ریت کاریش حالا توی گرماش یه مقداری آمپر کاریش بیشتره. اینجا ما یه محافظ وصل کردیم. فقط یه نکته هست، این که این محافظی که ما اینجا وصل کردیم، این مدل محافظ میکرومکس، حالا محافظه کیفیت خوبیه که ما چند ساله، تقریبا یه 6-7 ساله از این مدل استفاده میکنیم. یه مدل دیگه هم داره، اینی که توی تک حفاظت است، فقط توی فاز حفاظت داره. شما توی نول ورودیتون میتونید یه دونه نول مشترک بذارید فقط برای همون کار کردن فرمان گرفتن محافظتون. حالا میتونید یه سیم ضعیف هم برای نولش بذارید. حالا ما اینجا چون یه مقداری طول کاب کشیمون زیاد بود، اینجا حالا یه مقدار طول کاب کشیمون تا ورودی اصلی کنترل زیاد بود، ما کابل 2x4 مفتولی گذاشتیم که حالا آمپر نکشه، چون کابلای مفتولی خیلی خوبن، آمپر کاریشون یه مقداری بالاست. خب اینم از نمونه نصب محافظ ولتاژ و محافظ برق ما که داخل جعبه کلید نصب شد. حالا یه سری جاها فضا سازی ندارن، جا ندارن، توی ورودی برق کنتور هم میشه نصب کرد. یه دکمه، اینو من بگم، یه دکمه اینجا هست، دکمه ریست دیگه. یه وقتی ارور بده یا خیلی نوسان برق شدید باشه یا اصلا کلا محافظ کلا توی حالت گیجی قرار میگیره، شما این دکمه ریست رو میزنید، محافظتون ریست میشه. حالا نمایشگرش قشنگ ولتاژ کاری شما رو، ولتاژی که دارید رو نشون میده. اینجا هم زده ولتاژش و آمپر کاریش هم اینجا زده که محافظ برق 30 آمپر میکرومکسه. موفق و مؤید باشید.